جوکی سلام بیای نه من خودم سرده قدر یک روی نامت نگفتی به عقل نامی نه اومد اینجا بیا و این بچه درست اهمیت ده و آینده خوب دارد اما بنوسته باش با او هر قدر درست اهمیت دادی و همون قدر نقص کار میکنی اهمیت درست سلام موشه جان بیا بچه اومدی جانی آچه روزی در روز میدوی که ما رو نگاه بین کنی خیریت که تو هستی به تو ما چی کار میکنی این وظیفه مایه بچه جان کریم و بوریس چی تیار کردی؟ One man came to his wife and said, "What are you doing? I bring for you something." بچه استاتر هیچی نفهمیدم One man came to his wife and said, "Acá son services." کاری خودت کن خون علی عروسای دیروزا اومدن رفتیم از اینجا به عقل چی؟ باز یک باری دیگر تکرار کن خواهید خودت گفتی نومتا گوش کن یک باری دیگر اگر من همین گپ توی افهمم کو وقتی قرار میکنی کو باز هم شروعتر میشوی رفتیم سر به سر نشو اوپا ایرا بخواب مویچه تیلوی را بیداله
ها جونی ما تو رو یک لحظه هم تنها مونده نمیشود ها؟ بیا بریم اینجا دوشتایی. میتونی مینه‌داری نکنی. ای تو ما رو تنها در اینجا موندنی؟ چیکار کنم؟ نه در کار نیست. پوشاندنی نبودم و مجبورم. من رسیدم. انا خونه من. من میدونم. از کجا؟ من خریب که همسایه‌ات میشم. ها بخشش قریب که فراموش کنم. علی پری قاندینو بابرو استراحة شرمندم کردی. تز رویتان کم که باز عواشی کردین. دوستان زود روز داشت. بچه ها شوخی کردن. من خودم اینو نفهمم. پگه چه بچه‌اش مینا نگاه میکنم. با چت میفهمونی. از پگاه پراوت بیکار میشود. ما هر چی را برای تو اجازه دادیم دیگر بس. خیر. کار همصفت پگاه میبینیم. صبح خیر دادا جان. صبح خیر. ما هیکل می. صبح خیر. بخیر. خب امروز با چی برنامه داری؟ اوچا جان ما با اینجا استراحت اومدیم کو. ما زنک استراحت کند. یک ماه پس باز به درسش مشغول می شود. ماجسی خور. سلام مهرو. جان دلم اصل همه ساز؟ یگان نوشاکی تشکیل کنم؟ نه نمی نوشم. با جای وعده کردگیت میریم؟ یک لحظه حاضر امیر جان چیزهای مرا جمع کن. باز همون خالیگم. کی؟ علی. چه؟ تو راست که میشناسی؟ دیروز مرا تا خونه گسیل کرد. اونقدر بچه بد هم نیست. سلام. سلام. تو هر روز با اینجا میایی؟ نه از وقتی که تو رو دیدم روزم در همینجا میگذره.
این شهر زیبای شما با من خیلی خوش آمد. راستی؟ بله. پری میدونی میخواستم تو زیادتر شناسم. چی گویم؟ ما به اینجا یک ماه به استراحت آمدیم. در اویله 4 نفریم. پدرم در پروکراتور گنرالی کار میکند. مادرم خانشین. برادرم جاوید باشد صاحب کار است. و من. سال گذشته چیکار میکردی؟ نپرس. قریب که ما رو به شاور میدادند. بعد چی شد؟ خوش ناومد. با کی؟ با خواستگارها. تو شوخی بکنی. با مادرم. پری تو گوشت نمانگی؟ یگان چی باشد میخورم. سلام علیکم، خوش آمدید. چخیر تمام؟ خوب تشکر. نه علیکم کلیت ماشینتون. کارات بود شد؟ بله رها. شناس شو. این کس پری. پری این کس کمال. من هم یک وقتا در اینجا کار میکردم. خوش؟ چی میخوری؟ با من هنه این دویمش. با من چون پیشتره. در اصل تماما شخصی دیگر بوده ای. احتیاط شو. با عاشق نشوی. اینقدر تا دوست می‌داری؟ تو را زیادتر. با گمانم که مادرت نگاه دارد. شبی خوش. شبی خوش. بین بنده پوشک کرپ شو بیای. جواب. خیز پوشت شده تو بیا. علی؟ چی شو؟
هر دفعه غالی میبرمودی؟ شاو خوب کردم با فکرم از صبح همین است. تو حتی دروغ گفته هم نمیتوانی. کنی گپ زن؟ و کیست؟ کی استاد؟ خودت خوب میدونی که من چی رو در نظر دارم. بگو که عاشق شده ای. تو به وی گفته ای که او رو دوست میداری؟ حالا نه. پس چی رو انتظاری؟ رو گپ زن که او رو دوست میداری و دانسته باش عشق به کس نیرو میبخشد. حتما همین روز گپ میزنم. یا علی؟ علی سلام. سلام. و کی بود؟ اکرم تو چی فکر کردی؟ نه هیچ نه. پری من با تو گپی جدی دارم. میخوام با تو بخورم. مایلش؟ بعد از 3 ساعت در چون چه خراب نزدیک کن. خب مایلش. دایدو لاکی جا خونه مهرو؟ در همین وقت؟ ساعت دیدی؟ کاری مهم داریم. و چه میدونم؟ ها؟ التیموس اکا جون من با وعده دادم. یک روز در خونه شنی و بال میشود. التیموس اکا جون. شیطانچه اکش خودم با دستم میبرم با دستا گرفتم یورو. فهمیدی؟ فهمیدی؟ رفته های خوبت نبرد؟ اگر 5 دقیقه دیگه دیر میکردی ممکن. میبخشی دیر کردم. خیلی انتظار بودی. پری اگر لازم شود من تو رو 1 عمر منتظر میشوم. از کجا نبودنت رو فهمیدم. ولی چطور به اینجا اومدی نگفتی؟ 7 سال پیش پدرم رو از طرف کار به اینجا گذراندن. ما یک جایه به این شهر کوچیده آمدیم. 2 سال بعدی آمدن پدر و مادرم به صدمه نقلیاتی دچار شدن. پدرم همان روز وفات کرد. مادرم باشد نیم فلج شد. علی میبخشی من نمیدونستم. تو با من گپی مهم داشتی؟ پری من خیلی اکتیوری خوبی. من تو رو دوست می‌دارم.
اینقدر وقت در کجا بودی؟ گفته بودم کو با مهرو میخوریم کاری مهم داشتیم. دروغ نگو. من به مهرو زنگ زدم. مهرو در خانه اشا نبود. برای چی به من دروغ گفتی؟ اوچه چی به شما با من مثل موینده رفتار میکنید؟ مگر من نمیتوانم آزاد باشم؟ با کسی واخورم هم صحبت باشم؟ آخر شما مرا در همین خانه بستنی هستید؟ به سری من داد نزن. هر کاری که میکنم به فایده تو هست. نمیخواهم که دروغ گفته شبگردی کنی و خدا میداند که با کی. پری در جانم زدید. ایست، من گپم تمام نکردم. میدانم که با کی بودی. من همین خیل گشتن گیرید. باز سر کردی. شرمنده که شدیم انا آن وقت میگوید که باز سر کرده. میمونه همون دختر به حال خود. یک بار دخترتون پرسیده در کجا بود، از کجا آمد، ساعتی چند آمد، یک به ساعت نگاه کرده؟ گفتم که باید دختری به عقل است. او را من تربیه کردم. یک تا با عقل شمایی و یک تای دیگرش دخترتون. ای زنک 25 سال عمرم خوردی ها؟ حالا من نخوردم، خوردن در پیش. با تو بحث کردن فایده ندارد. خوبی خوش. شرم نداشته باز خوبی خوش میگوید. پدر نشدم مور. علی جان. لبنم جان. درود بچم. حاضر. بس شد. بس علی جان. بس بچه. مرحمت. خدا رو شکر. خیریت. نامش چی؟ نامی کی؟ از چشم آمد. فهمیدم که عاشق شده ایم. کیست اون خوشبخت؟ راستش رو کن. چی نام دارد؟ اوچه جان من نمیخوام که در بورا فکر کنی. عزیزترین کس برای من شمایی مادر جان. چی نام دارد؟ پری. دادش در وقتش اومدید. صبحانه تیار. زنک 2 کیلومتر دویدم. مانده شدم. یک شربت ریز. حاضر. انا ملکه خوبانی ما هم از خواب بیدار شد. فراز صبحانه تیار. با دخترتون گپ زنید. صبح خیر اوچه جان. صبح خیر. اینقدر خوش رو شدید؟ صبح خیر. من گپم رو حالا تمام نکردم. پدرت هم میخواهد با تو گپ زنه دخترم. او چی نام دارد؟ شما کی را میگویید؟ دیگر من میدونم. مادرت هم دروغ نمیگوید. دل اوی حس میکند. از چیزی را از ما پنهان میکنی.
اینقدر خودتون ساده نگیرید. مثل پدر با دخترتون گپ زنید. ای خودت گفتی که گپ زن. من گپ زنم آخر. من پروکورورم یا تو؟ خوش پری گوش میکنم. نامش علی بکسیور است. نه گپی دیگر بعضی چیزا رو فهمیدن ممکنه. پدر و مادرش چیکارن؟ پدرش وفات کردگی. مادرش باشد به بیماری سخت گرفتار است. کار میکنه؟ حالا جای کاری دائمی ندارد. فهمم. خیر من همون میروم. صحبت رو بعد دوام میدهیم. دخترم حتی جای کاری انیق ندارد. پس او تو رو چه نگاه و بین میکند؟ آخر من و پدرت در شرایطی خوب شما رو به وای رسانده. پدرت شب و روز کار کرد تا اینکه شما صاحب همه چیز شوید. برای چی شما همه چیز رو پول قطع چین میکنید؟ مگر من نمیتوانم با دوست داشتم باشم؟ یا تو دوست داشتن از کجا میدونی؟ گوش کن دختر، من به تو میگویم تا آن زمانی که در این خانه هستی پولی مکتب، خورد و خوراک، سر و لباست را ما میدهیم. ما جوابگریم. بعد غلط میکنی که همه چیز رو با پول چین میکنند. اگر پول داشته باشی همه در گیردت پرونده شده میگردند. بعد یک بار فکر نکردی شاید او از روی هوا و هوس رو استفاده کنده؟ خدا چی به همه چیز برای شما اینقدر شبهناک است؟ پری 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 ایستو، من گپم رو تمام نکردم. پری در اینجا چی کنی؟ آمدم که بکست رو بینم. زور خیر دورم در برون منتظر شم. حاضر من لباس ها رو یاز میکنم میایم. خوب خوب پاپاره اینجا است؟ میخوام با مادرت شناس شوم. جدی میگویی؟ میخوایی با مادر من شناس شوی؟ هم میخوام. خوب رفته؟ سلام آشا جان. سلام باشه. اومدی؟ چخیرین خوبه؟ همین که تو اومدی خوب میشم. شناس شوین پری. السلام. السلام. بیا پری جان. بیا. بیا چشی. بیا شرم ندار. بیا.
عجب دختری زیبا. بیا کن پری جون، بیا بوسم بکنم، بیا. الهی خوشبخت شوی. پری رحمت که پیش مادرم رفتی باور کن سرم به آسمان رسید. خیلی خوب شد. عجب زنی مهربان است مادرت. خیر تو پگاه شبت خوش. شبی خوش. کجا بودی دختر؟ از فکر زیاد که یگان بلای نشده باشه دلم به زدن در اومد. خب برای چی مرا عذاب میدی؟ با علی بودم. حالا در خانه هم کو؟ خوب من و پدرت مصلحت کردیم. علی رو دیدنیم؟ نه خود. اوچه جان. شد و حکیمه. روزی زود روزی پدرت حتما دعوتش کن. مایلش. یا لحظه خاموش. میخوام از تحت دل تبریک کنم استادم بهترم اکی بلو برو. برای شما همه خوشبختی، سلامتی، عمر دراز و خواهانم. تشکر. سلامت باشید. تبریک. سلام علیکم. چی گپ شد؟ اومانی به عقل فراموش کردم به تو گویم که مادرم از تورت الرژی سخت دارد. به من ده به من. سلام علیکم. زود روز مبارک. سلام. تشکر پسرم. بیا درو. شر ندار. بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام مرحبا. شناس شوید. نام این جوان علی. خلاص توی تمام شد. مصلحت کرده که تورت عروسیمونه یک جای میخوریم. خوب مهمانا رفتند. تورت بریدم. نماند که اول من چشم. یک بریده خورده بود که پرتو دختر. انا از همان وقت ما در خانمون نه تورت میخوریم و نه تورت میخریم. علی به تو چی ریزم؟ برای چی او را دعوت کردید؟ نمیخواهم که عضوی این اویلا باشد. یا از خودشم بیزارم از تورتشم. از حد نگذرم. از چشمش معلوم است که بچه خوب است. من نمیخواهم که دخترم با او یک جای شود. او همیشه در نظر من او باشو بیکس است. پوچه کنده. بری خیلی من میروم. نمیشینی؟ مادرم بیمار است. باید نزد او روم. خیلی مالش خوب. علی پاگو میخوریم؟ نمیدونم. شاید. خیلی خوش آمدن مهمون. مرحمت گیرید. کاری کرده که کردی ها زنک.
درباره پری هیچی نگفتی بچه؟ نمیدونم اوچا. من پری رو دوست میدارم، لیکن مادرش زید است. گپشو با شوهرش شنیدم، پوری تحقیر. نه خود نبینند که تو چقدر دلی صاف داری بچه. نه اوچا جان، پاک دلی برای آدمانی سرپر و وظیفه دار هیچ ارزشی ندارد. این دنیایی که ما زندگی میکنیم تنها برای آنهاست. دل مانده نشو بچه. رزق تو، برکتی تو به همه میرسه. اگر پری در حقیقت را دوست داره هیچی پیش راهش گرفته نمیتونه. بچه آخر تو با بچه او خانه دار نمیشه کن. سلام علیکم. و علیکم. انتظار نبودم که اینجا میایید. درباره تو و پری گپ زدنی هستم. مایلش مرحمت به خونه میگذاریم. بیایید. مرحمت به خونه گذاریم. رحمت همینجا می ایستم. چی گپ است؟ پری خوب است؟ خوب است. اگر او رو به حالش می گذاشتی باز خوبتر می شد. دیگر از پسش نکرد. اپا میدونید که این چیز امکان ندارد. گوش کن علی، تو و دختری من جفت مناسب بوده نمی توانید. همچون مادر خواهش میکنم او رو به حالش گذار. خیر ما یکدیگر رو دوست میداریم. شما دوست داشتن رو از کجا میدونید؟ این همه گذشته میرود بعد یک سال. پری تو رو دوست نمیدارد. همه این هوا و هوس بود. گذشته میرود. میبخشی اپا؟ کم باشد باز میدهم. محبت من حقیقی است، فروخته نمی شود. علی تو خودت میدونی که ما از اینجا میرویم. باید رو چنی کرپا درست کن. در رو نشانتیان یا خودتان میابید؟ تو چی فکر میکنی که پری مادری فلجی تو رو نگاه و بین میکنن؟ خب با مادری من نرس. مادرم رو نرس. افسوس که امروز مهمانم هستی. من گپی گفتم رو گفتم علی. پری؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ اومدم که تو رو بینم. همون شب چیزی نگفته رفتی. بزلی مشقتم رفتم نبودی. چی گپ؟ علی مناسبتمون تمام شد؟ نمیدونم پری. بگمونم که سزاواری تو نیستم. چی مجبورت کرد این خیل میگویی؟ مهری من به تو کم است؟
خانه ما رو بین. زندگی ما همین است. تو از این دایره نیستی پری. تو همه چیز رو داری. ما برای زندگی کردن هر روز جان میکنیم. مادرت راست میگوید. من سزاوار تو نیستم. به فکرم باید به خونه روی. پدر و مادرت خواطر میشون. من میدونم که تو چقدر زندگی داری. برایم فرق ندارد. برای همین من اینجا اومدم. نه پری. آزر این که میگویی بد میخوایی که چی میخواهم؟ بعد پشیمان میشوی که چرا گپی مادرت رو نگرفتی. در سونچک آنقدر به غیرتم نبوده ای. چه خیلی گمون میکردم. الو. من علی. چی؟ کی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اوکی. گوش کن. از احوال علی خبر داری؟ بله. قریب هر روز رفته از احوالش خبر دارم. خیلی گم نیست. شاید فردا با دیدار بینیش میروی. خیر. سلام. مبارز جان تو خونه دارم. علی من نمیدونستم. نفهمیدم. تزیه مرا قبول کن. تو برایش فرزندی عزیز بودی. ما با دوشنبه می رویم. رای سفید. علی گفتم که من نمیدونستم. دیدن نمیخواهم من. رو.
اکو اینجا هر کی سمکی خودش هم برداره نداره؟ هرچی بیارم یگان کس هست؟ سلام بچه جون در خونه یگان کس هست؟ کنی فیروت کنی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. علی پیرمرد شما؟ بله. من احسان المرادوف کارمندی تاجیک سوورتا. مرحمت میگذاریم اکا. تشکر. تعزیه مرا قبول کنید. خداوند مادرتان را روحش را شاد گرداند. من باید قید کنم که مادرتان پیش از وفاتش حیاتش را برای شما سوغورته کرده بود. سوغورته کرده بود؟ موافق قانون ما عهده داریم که برای شما 100,000 تومانی سپاریم. شما می توانید روزی دوشنبه به اداره آمده پولتون را گیرید. مرحمت. در حقیقت گل‌های زیبا داشته. سلامت باشید. یک چای میشه اکا جان. تشکر. خوش آمدید. سلامت باشید. احتیاط. استاپ. بنده. سلام بچه. من اینجا. سلام استاد. اوه سلام علی. ها علی خوش آمدی علی خوش آمدی آفرین. چخیر زندگی میشود مایده. استاد. لبه. میخواهم مشق رو سر کنم. خواهش داری؟ بله. فقط وقت رو کمتر باید دادی. میدونم. خیرش گم نه. راو تیار شده بیا. دوام دادیم. آیسته. دروید. اجازت. ها فیروز درو. السلام علیکم استادی عزیز. سلام. شما خوب هستین؟ رخصتی چه خیلی گذشت؟ شکر استاد جان ناز گذشت. امروز زودروز زیانگت است. من باید بر وقت روم. یکی از روی خطی تبریک کننده ها خط نزنم. پگاه با میخوریم از سفرت نقل میکنیم. زودروز ینگه رو ناز گذرانه.
акай Билол шумоед? имрӯз янгамуло судрӯз дорам дар инҷо. шумо моро намепоед ку? Не ака, як суроғаро ҷустуҷӯ дорам. хостам аз ягон кас пурсам. зодрӯз муборак янгамуло. ташаккур. шабтон хуш. То боздед. саломат. ҷавони хушқаду зебо а? иҷозат мепурсам аз ту ҳам парӣ дар пеши ин оилаи бузург мехоҳам маро ҳам дар паҳлӯи парӣ ба фарзандӣ қабул кунед. ана ин тӯҳфа. чӣ? кани ин алмоси тозае. духтарам ина бин. алмоси тоза. дадеш ина бинед. алмоси тоза. вай вай. духтаракам худо насиб кунад. розӣ ҳастӣ? худо қушапир шавед. дадеш? дада, ман ба шумо нагуфтам. маро паго аз тарафи донишгоҳ барои таҷрибаомӯзии якмоҳа ба хуҷанд равон мекунанд. худаш чӣ гап? барӣ? нақшаҳои мо дигар ку? лекин ба ин ҷавон чӣ ҷавоб диҳем? ҳа ё не? оиди ҷавоб бошад. пас аз хуҷанд мегӯям. аз хуҷандам дур неку охӣ. хонамон ҳамон ҷо холӣ. равад. ой ту овозата гир. хуҷанд дур нест. ба ҳар ош қатиқ нашав. аз бисёр гап задана оғозат гирифтааст. хуҷанд мо медонем дур ё наздик. бас
تو چی میگویی؟ دادا گفتم که جوابش رو بعد از خوجان میگویم. من باید فکر کنم. من و پدرت مصلحت میکنیم. روزی میکنم دادیش. باز گفتنی هم که من با شرافت شما به این وظیفه و مرتبه های بلند رسیدم. بس است. پس از برگشتن پری باز مصلحت میکنیم. مایلش پروازم سر شد. خیلی دادا جان. مایلش روچه جون. خودت احتیاط کن. شما هم. خیلی من رفتم. مایلش من پری رو تو درون گسیل کنم. ولی همون خیلی بود. بله امان بود. الو سلام. من در خوجم. در قهوه خانه ویسال با مهرو. چی بود؟ مایلش کی بود؟ پیروز. پیروزش کی بود؟ باز یک مجنون دیگر. از کجا اونها رو میابی؟ من نه، اونها ما رو میابند. السلام علیکم. سلام. سلام. پیروز تو در اینجا چی میکوبی؟ تو نمیدونی که مجنون همه وقت در جستجوی لیلی است. از کی با من لیلی تو شدم؟ خب نباشد من با شما خلال نمیرسانم. بعدتر میایم. یک جای میشه؟ اومده. اومد. راستش رو بگویم در این شهری بیگانه تنها نمونی گفته اومدم. این شهری بیگانه نیست کو؟ من در باری تو نیستم کو. اگر شهری خودمونم که باشد. یک بارم در یادت نمیزنم ها؟ کارهایم بسیار بود.
نفس کش. آنها نگاه کنید. آنها به همین جا ضربه سخت رسیده است. چی؟ یگان عاقبت بد دارد؟ شاید به حالت اول برگردد. اما احتمال دارد که خاطره‌اش را فراموش کند. چی؟ او مرا و حتی یار و دوستانش را دیگر نمیشناسد. بدونید در ساحه ما هر معجزه شدنش ممکن. دیگران طرفش دست خداوند است. فکر نمیکردم که تو رو در این حالت میبینم. اینقدر زیبا شده. از کجا فهمیدی که من در اینجا؟ او تمامی توجیکستان میدوند که تو در اینجایی. درد میکند. تو آمدنی تو درد میکرد. اما حضیر تماما از درد مانده است. گویا از نو زنده شده باشم. پری رحمت کی اومدی؟ او مدوری سلام کنی یا آفرین خیلی تو سلام علی جون کجا با؟ سلام علیکم من همینجا یک در این پیششون نه حاضر یک دقیقه سلام علیکم دکتر و علیکم السلام احوال علی چطور بد نه خوب است لیکن در ساحه ما خیلی واقعا کم روی میده اصلا ما باور نداشتیم که او زود باهوش میآید اما دلش بقوال است ممکن است ما میتونیم رو ببینیم میتواند اما از 2-3 دقیقه زیاد نه ببر باید استراحت کند مایلش سلامت باشید خب سلامت باشید مایلش خیلی بکنم وای بچه‌مه علی جان چی بموندید اینقدر لط کنند شمایا ورزش همین باشد دیگر نروید بچه بیچاره قریب میکشتتون یک بار دیگر همین خلط کنید علی جان ادا اپا جان آروم شوید همش خوب میشود خوشحالی خدای رو چه حس میکنی همش خوب آفرین اپا جان گوش کن ما باید اینجا رو زودتر خالی کنیم هوای تازه لازم ببخشید برید بچه‌ها برید همش خوب میشه وزید نشه چقدر سلامتی شکر چشمان رو میبینم حالش من دوسیل کنم میبیم مالش
مبارز جان انا شوربا هم تیار شد انا گیر مانا جانم چی خیل با مزه تو خوردن گیر من بالی جون هم برم بوی به مزه گوش نشدی من شورباچه پختم کنی مزه شو چش کنی؟ پری تشکر که مرا در این لحظه دشوار تنها نگذاشتی او وظیفه دوستی همین است من گفته بودم که سزاوار تو نیستم تو باید روی پری چی گفتی؟ این همش دروغ است تو نشان دادنی که مرا دوست می‌داری یا می‌خوای رحمدلیت رو با من نشون بدی خب کن بزن Рассказывай, как живешь? Как я тебя давно не видела? О, что, Адамов? Салам. Здравствуйте. Как? А ничего, все нормально. Как с музыкой? Пожалуйста, все нормально. сейчас сделаем. Давай что-нибудь такое. چه حالی جان؟ چمپیونی ما چه سلامتی آن است همش هست خوش آمدید. اگر خدمت شد ما همینجا. سلام.
خونه خوشبختی. شاید به من تو خوشبختی میآورد. یک دقیقه من به بیرون برام. سلام برادر. با فکرم عروس یک آدمی دیگر را نگاه کردن از روی ادب نیست. حکایه با عروس تو شده. تو میخوای فهمیدن از کی باز؟ جان شما معذرت میخوایم یه جای انجام نیست. خوشمندیم به جای خود بگذارید. اینجا مهمانان دامگیری آمدگی هم. اگه ما معذرت میخوایم این صورتی خوش بشون. چی با نگفتی که دیگر کس دوست میداری؟ عجب احمق مامان. کوربرین همه این پیش چشم من نمیدیدم. من با تو باور کردم. تو حالا هم از چشمانت معلوم است که او رو دوست میداری. چرا نگفتی؟ چرا پنهان کردی؟ گپ زن آخی. میبخشی فیروز. میدونم باید میگفتم ولی نمیدونستم چی خیر. من میخواستم او رو فراموش کنم ولی نتونستم. همیشه با گپی پدر و مادر میکردم. برای همین راضی شدم. من او رو دوست میدارم. خوشبخت باشی. اپا جان این چی؟ این هم چون می نداری من به شما. ای علی جان این خیلی نکنید. گیری سلیمان تو نقص خونه. این کلیدی خونه ما. خونه رو کم کم نگاه کنید. خب؟ خیر ما رفتیم. خودتون احتیاط کنید. مایل است. خیلی مبارز. علی علی سلام دخترم. کجا هستی؟ اون مادرت به یادت میزنده؟ سلام اوچه جان. نه شما همیشه در یادم هستید. اوچه جان من به نزد علی اومدم. چی؟ باز همان علی؟ فیروزم همش رو میدوند. او ما رو فهمید. اکنون شما هم ما رو فهمید. اوچه من دیگر خودم فریب کردن نمیتوانم. چی؟ چی گفتی؟ اوچه اگر علی نباشد این زندگی به من لازم نیست. فهمونید شما؟ دخترم مرا گوش کن. انتخاب تو علی است. ها دادا جان. نباشد دخترم صدای دلت را گوش کن. اگر در دلت در قلبت نام علی باشد ما با مادرت راضی. دادا جان من میدونستم که شما ما رو میفهمید. ولی به هر پستی و بلندی زندگی دچار شدی این انتخاب خودت بود. از ما فقط دعا دخترم. تستر بیا از قفای توی میشویم.
شما بهترین پدرید. شما چیکار کردید؟ چیکار کردید؟ خب این انتخاب خودش است. دیگر یگان چیز فایده ندارد. فراموش کردی که من هم یک بچه عادی بودم. مادر تو هم راضی نبود. خدا را شکر که زندگی ما بد نیست. همین طور. علی جون، علی در رو کشو. علی های چی بهودا درم میکوبید؟ با من علی جون در کار میبخشید. علی برفت کلفا نمیبینه چی؟ کجا رفت؟ کی میبیاد؟ کارتون چی؟ رفت گفتم رفته؟ هجایی بودید شما؟ التیموس خاله جون با من علی در کار. چوربا پاییزش هست. از پشتش دوید میرسید. زود به ترمینال های کنید.